اینکه خوشبینی سیاسی و یک احساس توفیق کاذب ملی رو در ذهن مردم به وجود بیاره. اینا تفسیر و تحلیلی است که مرحوم شریعتی میکرد و اینا که عرض کردم اصلا مفاهیم او، توضیح او، عبارات اوست و مثال می آورد در دوره جدید که هم نظام سرمایه‌داری غرب و هم نظام کمونیستی شرق و هم فاشیست ها، نظام فاشیستی در اروپا، همه اینا با شعار پیشرفت و توسعه و ترقی به میدان، به عرصه آمدن و علوم اجتماعی مناسب خودشون رو ساختن. همه این رژیم های وحشتناک از استالینیسم مارکسیست ها تا نازیسم فاشیست ها و هیتلر که یکی بر اکونومیسم و اصالت اقتصاد و تکیه بر پیشرفت های اقتصادی مبتنی بود و یکی بر تکنولوژیسم و اصالت تکنیک و پیشرفت های صنعتی تکیه میکرد و همینطور نظام لیبرال سرمایه‌داری که هر دو شعار رو با هم داد، هم پیشرفت اقتصادی و هم پیشرفت تکنیکی و صنعتی و توسعه رو با معیارهای صرفاً مادی تعریف کرد. چقدر میلیون‌ها میلیون انسان رو کشتند و قتل و غارت کردند و جامعه های مدینه های فاضله شون هم ساختند و دیدیم در قرن 19 و 20 که چه کردن با بشریت. بنابراین ایشون نتیجه میگرفت که آدمای نیمه روشن فکری که عقلشون به چشمشونه پیشرفت رو به طور مطلق اونا میتونن ستایش بکنن، میتونن نفهمن که پیشرفت در چه زمینه‌ای، به چه قیمتی، در چه جهتی، به سود چه طبقات و اقشاری. اونا میتونن شعار علم و اصالت علم بدن و علم رو، علوم انسانی رو، علوم انسانی اجتماعی رو که همشون ایدئولوژیک تولید شدن در غرب، اینها رو به جای علم محض غالب بزنن و به اونها غالب بزنن و علم رو فقط مساوی با بعضی فرمول‌های علمی تصور بکنن، چنان که خداشون هم بعضیاشون که دانشگاهی هستن کارهای علمی میکنن در دنیا، نمیدونن کارگزاران چه نظامی هستند و پیشکاران چه قدرت‌های استثماری هستند. نمیفهمند که بینش علمی، روش علمی، مسئولیت علمی، خدمت علمی چیه، چون اینا همه در چارچوب یک نظام‌های اجتماعی، بنیادهای اقتصادی، جهتگیری‌های سیاسی و ایدئولوژی‌ها و روح حاکم بر یک جامعه‌ای و پایگاه طبقاتیش، نوع کیفیت ساخت جامعهشون متفاوت بودن و متضاد بودن. و جالبه که اساساً این متفاوت دیدن علم انسانی اصلا مبناش در خود ایدئولوژی‌های مادی غرب و در علوم انسانی، علوم اجتماعی متولد قرن 19 تئوریزه شده. یعنی از یک نردبانی آمده بالا و بعد اون نردبان رو میندازن که بقیه نظریه پردازان بالا نیان. از نردبانی که اینا آمدن بالا ادعا کردن کل معرفت و علم و فرهنگ و تمدن و تاریخ یا منشأ طبقاتی داره، یا منشأ اقتصادی، منشأ تاریخی، منشأ غریزی، منشأ جنسیتی داره و بنابراین نمیتونه مطلق باشه و کاملا نسبی است، مشروط به زمان و مکان و مخاطب و خودشه. وقتی که به این شکل آمدن بالا تئوریزه کردن حرفشون رو، بعد خودشون رو مطلق کردن، یه مرتبه نسبی شد مطلق، حرفای اینا شد مساوی با علم که بقیه دیگرانی نتونن بیان بعد از اینا بگن خب اگر همه علوم و فرهنگ ها منشأ مادی دارن و از جمله علوم اجتماعی و علوم انسانی و مشروطن به گویندگانشون، خب شما چرا مطلقید، پس شما هم نسبی هستید. این راه رو خواستن ببندن. نکته دوم مسئله علمی بودن بود که به این شکل در واقع روشنفکران جهان دانشگاه ها رو، متفکران رو، مصلحان رو، رهبران رو و ملت ها رو بازی بدن و دنبال خودشون بکشونن. شعار اول پرچم توسعه یافتگی بود، پرچم دوم شعار علمی بودن و علمی دیدن و علمی تحلیل کردن مسائل بود. در مورد این نکته دوم هم مرحوم دکتر شریعتی تعبیرات و تصریحاتی داره که من فکر میکنم همین امروز هم نوعه و مخاطب دانشگاهی و محققان باید به این قضیه توجه داشته باشن. و اون بحث علوم انسانی است که ایشون مرحوم دکتر شریعتی حدود 35-40 سال پیش اینا رو مطرح کرد، 40 سال پیش نقد کرد و مرحوم دکتر شریعتی توضیح میداد که علوم انسانی و اجتماعی رو با علوم طبیعی نباید تشبیه کرد و قیاس کرد. این تفکیک رو ایشون صریحاً میکنه در مباحثش که جامعه شناسی، روان شناسی، زبان شناسی، اقتصاد، مردم شناسی، حقوق، علوم سیاسی، تاریخ، انسان شناسی، این دسته از علوم رو، علوم انسانی و علوم اجتماعی رو اساساً نباید بر اساس الگوی ریاضیات و فیزیک و شیمی، فیزیولوژی، گیاهشناسی، نجوم، جانورشناسی و زیست شناسی تعبیر کرد و تئوریزه کرد و همون نتایج رو گرفت. اونطوری که در مورد علوم
در باب ریاضی فیزیک میگید مسائل علمی است یا غیر علمی است، به اون شکل هرگز نباید در عرصه علوم انسانی و اجتماعی تو حوزه جامعه شناسی و روانشناسی و اقتصاد، علوم سیاسی و حقوق اینا بگید که علمی است مسئله یا غیر علمی است. اساساً در عرصه علوم انسانی و اجتماعی همه چیز از جهات زیادی متفاوت میشه تا علوم طبیعی. یک فرق اساسی که ایشون مطرح کرد همون موقع در بین این تفاوتی که بین این دو دسته از علومن، دقت علوم مادی و طبیعی و عدم دقت در علوم انسانی. تقریبا در علوم انسانی اون چه که به نام علوم انسانی و علوم اجتماعی ترجمه شده، ایشون ادعا کرد در هیچ کدوم از اینا نمیتونن اینا ادعای قطعیت و علمیت بکنن، چون اساسا امکانشو ندارن، به خصوص با مدعیات و مبانی خودشون. کسان بر اساس به خصوص با متدولوژی خودشون هیچ ادعای کلی و مطلقی در عرصه علوم انسانی و علوم اجتماعی نمیتونن بکنن. علوم مادی اولا موضوعشون طبیعته. طبیعت غیر انسانی از انسان هم ساده تره، شناختش ساده تره، یک نواخت تر است، قوانینش قطعی تره، قطعی است، بلکه ثابت میتونه باشه، جامع باشه، موارد استثناء درش بسیار کمه، امکان تحقیق و تجربه مادی و حسی درش بیشتره، مشاهده، بررسی، استقراء ساده تره در عرصه علوم طبیعی و دانشمند بر دانش مسلط تره در اون عرصه. شناخت علمی اونجا یه تعبیر مفهوم و منطقی تره. شناخت علمی نسبت به پدیده‌های طبیعت یقینی تر است، قوانینی که ازش استنباط می شود مسلم تر است و لذا تجزیه تحلیلش، نقدش، ابطالش، اثباتش، تشریح علمیش قاطع تر است و بنابراین پیشبینی علمی در زمینه علوم طبیعی درست تر است و ممکن تر است و علمی تر است. اما در علوم انسانی چه؟ مرحوم دکتر شریعتی میگه در عرصه علوم انسانی تقریبا همه علوم انسانی بدون استثناء بیشتر بر فرضیه ها و استقراء های ناقص و موازین کم اعتبار و کاملا اختلافی، قرائت های بیشتر ذهنی تا علمی به مفهوم تجربی، قضاوت های بیشتر ذهنی تا عینی استوارن. رشته های، البته همه رشته های علوم انسانی یک دست نیستن، تفاوت های وجود داره، اعتبار علمی همه رشته های علوم انسانی به یک اندازه نیست. مثلا زبانشناسی و اقتصاد از جامعه شناسی و تاریخ علمی تره، دقیق تره، ولی یک شاخصه مشترکی رو مرحوم دکتر شریعتی بین تمام علوم انسانی و از جمله علوم اجتماعی میشمرد و این که در همه اینها ما عدم قطعیت رو میبینیم در قواعد و فقدان دقت رو میبینیم در شناخت علمی پدیده‌های انسانی. و ایشون تصریح میکرد هیچ کدوم از علوم انسانی به معنی علوم طبیعی هیچ کدوم از اینا علم نیستن. حقیقتا اون چه که ترجمه شده و آمده نمیتونه معیار باشد برای داوری در مورد انسان، چه از نوع توصیف چه از نوع توصیه. هم چون که علوم انسانی برخلاف علوم دقیقه طبیعی که سابقه 1000 و 2000 ساله دارن، این نوع علوم با این متدولوژی نوزادند و در حال تاتی کردنند. در قرن 19 تازه اینا متولد شدن، در قرن 20 فوری به عرصه عمل آورده شدن و با معیارهای متضاد اینها میلیون ها انسان کشته شده. دیگه اینکه موضوع علوم انسانی با موضوع علوم طبیعی فرق میکنه. موضوع علوم انسانی یه موجود بسیار پیچیده و مرموز و ناشناخته است، شاید باید گفت ناشناختنی همه ابعادش. با تمام موجودات هم بیجان و هم جاندار در عرصه طبیعت فرق اساسی داره. هم چند بعدی و اسرارآمیز است، پیچیده است، هم متغیر است نه ثابت، هم متنوع است نه یک نواخت و یک نوع. و اونه که بازم کار علمی رو دشوارتر و سختتر میکنه در علوم انسانی و پیشبینی رو برخلاف همه علوم طبیعی سختتر میکنه و گاهی محال میکنه یا نزدیک به محال میکنه، اینه که انسان برخلاف همه پدیده های طبیعت یک حلقه کاملا بسته به زنجیر علی مادی نیست. مثل هر موجود طبیعی از قانون علت و معلول پیروی میکنه، اما خودش در سیر حوادث دخیله. اراده خودش جزئی از علته، یه عامل مستقل، یه علت اولیه خودش میتونه باشه در رفتار خودش. بنابراین فضولی میکنه در تسلسل جبری مادی فعل و انفعال ها و اعمال نفوذ میکنه در طبیعت جهان و تاریخ و جامعه و در خودش، در طبیعت خودش، در سرشت خودش، سرنوشت خودش.
بنابراین شناخت این موجود، شناخت انسان، رابطه هاش، جلوه های معنویش، ابعاد مادی و وجودیش، تحولات اجتماعی، حرکات تاریخی، روانشناسی او، احساسات او، استعدادهای او، مطالبات او، اراده های او، آگاهی های او و اون تموج های عظیم فرهنگی و فکری در او، این همه نهضت ها، مکتب ها، گرایش های متفاوت و متضاد که هر لحظه امکان هر انتخابی وجود داره برای انسان ها، نشون میده که اون چه که ادعا کردن به نام علوم انسانی و ترجمه کردن که ما انسان رو شناختیم، تعریف کردیم، بسته‌بندی کردیم و شما همه سیاست و حقوق و اقتصاد و جامعه و تاریختون رو بر این اساس بیاید بسازید، یک ادعای مفت و غیر علمی است و ناپایدار. اون چه که عالم حقیقت جو در علوم انسانی، عالم علوم انسانی رو رنج میده اینه که هیچ کدوم از اینا نمیتونن یک تحلیل دقیق و یک تعلیل و علتیابی قطعی با مبنای خودشون برای تحولات انسانی و پیشبینی تاریخی و تحولات اجتماعی ادامه بدن. هر کدومشون هرچه گفتن در این حال ناقص، مشکوک و بی‌اعتبار یا کم اعتبار بوده. هیچ کدوم از قوانینی که به نام علوم انسانی در ایدئولوژی ها و مکاتب مختلف انسانشناسی مطرح شده، اصالت علمی اونها به اندازه اصالت و دقت علمی فرمول های علوم طبیعی نبوده و نیست و لذا هم در موضوعیت بعضی از علوم انسانی تردید شده و هم در علم بودن بعضی از اینها تردید شده. مرحوم شریعتی مثال میزد که مثلا علم تاریخ به عنوان یکی از علوم مهم در علوم انسانی و علوم اجتماعی هنوز بحث در این که بعضیا میگن تاریخ علم است، بعضیا میگن نخیر فلسفه است، بعضیا مثل رومان رولان میگن تاریخ نه علم نه فلسفه، هنر است، چون هر کسی هر طوری دلش میخواد اون رو مینویسه و همونطور که هر کسی دلش میخواد اون رو میسازه، اونایی که قبلا تاریخ رو ساختن. بعضیا گفتن تاریخ نه علم نه فلسفه بلکه شعر است، یه دم گفتن هیچی نیست، ما هیچ متن تاریخی نداریم که حقیقتا بتونیم قواعد رفتار انسانی رو از اون کشف کنیم و برای آینده پیش بینی بکنیم. ناپلئون که خودش جزو همین تاریخ سازان غربه میگه که اصلا تاریخ مجموعه دروغ‌هایی است که مورد توافق قرار گرفته، مجموعه دروغ‌هایی که مورد اتفاقه و بعضی گفتن تاریخ فقط شرح حال چند قهرمان است و دیگر هیچ و بقیه حاشیه اونایند. میخوام بگم حتی راجع به این